الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 37 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه کوشش میکنیم که مختصرا تمام اون مخالفان اهل توحید را به شما بیان بکنیم تا که شما مخالفان اهل توحید و خطا فهمندگان اهل توحید را بشناسید و بفهمید. در حقیقت هر کسی که موحد هست، هر کسی که توحید را از نظر قرآن و سنت و اجماع صحابه و فهم صحابه میفهمد، برای این انسان ضرور است که مخالفان اهل توحید را نیز بفهمد. کسانی که توحید را غلط میفهمند، کسانی که توحید را خطا میفهمند، باید بشناسد و بفهمد تا که خودش را نجات بدهد. چگونه ای که به یک انسان یا که به یک کودک انسان به فرزندش تعلیم میدهد که این چیزی بد است و این چیزی خوب است، مثلا این حیوان بد است به نزدش نزدیکی نکن. این چنین فرقه های باطل را، مخالفان اهل بدعت را ما به شما بیان میکنیم تا که شما خودتان را از اونها دور بگیرید، اونها را بشناسید و نشود که به شما اونها شبهه اندازند یا که شما را فریب بدهند. شناختن مخالفان توحید، شناختن دشمنان توحید به نهایت ضرور است. بارک الله فیکم. این به دلالت قرآن و سنت است و به اجماع صحابه تمام مسلمان هاست که هر کسی که در غیر دین اسلام است او 100% مخالف توحید است و او مشرک است و او کافر است و باید او را کافر گفته شود و اعتقاد به کافر بودنش و اعتقاد به باطل بودن دینش و اعتقاد به این که مشرک است و کافر است و در همین حالت اگر توبه نکرده بمیرد ابدالابد جهنمی بودنش من شما باید اعتقاد بکنیم. اما فرقه هایی که در درون اسلام هستند و خودشان را به اسلام نسبت میدهند، در درون اسلام هستند یعنی به این معنا که خودشان را به اسلام نسبت میدهند، میگویند که ما مسلمانیم، گرچنده که مسلمان نیستند بسیاری اونها. به مانند رافضه، فرقه رافضه که خودش را به اسلام نسبت میدهد، میگوید که ما مسلمانیم، در حالتی که اونها قول صحیح این است که کافرند و مشرک و مرتدند. یا که فرقه های غلات جهمی ها که خودشون را مسلمان میدانند، پیروان جهم ابن صفوان که از استادش جعد ابن درهم به وجود آمده است، اما علما اجماع را نقل کردند که جهمی ها کافرند، مرتدند. یا که غلات صوفی ها، آنهایی که قبر پرستند و دینشان قبر پرستی است، میگویند که ما فرقه‌ای که در درون اسلام هستیم، اما علما تکفیر میکنند. به مانند اسماعیلیه ها که این فرقه های رافضه است، اسماعیلیه، حوثی، نصیری، قرامطه، همه اینها فرقه های باطنی و کفری است. حتی فرقه رافضه از 73 گروه بیرون است. بگویم فرقه رافضه، فرقه اسماعیلیه، قرامطه، حوثی، نصیری، علوی، اینا فرقه های کفری هست که حتی به درون 73 فروع این فرقه داخل نمیشد، نه اصلا به اسلام ربطی ندارد. بارک الله فیکم. پس بدانید که مخالفان توحید کسانی هستند و فرقه های هستند که مخالفان توحید بالکل، مخالفان شدید، مخالفان سخت و مخالفان، البته مخالفان شدید اما نه به درجه یعنی سختی دیگری. از همین جهت فرقه های هستند که خیلی که بیان کردیم تفسیر را معنی داد میکنند
توحید را تفسیر میکنند و اعتقاد به باطل بودن میکنند، یعنی اعتقاد به یک معنی های باطل توحید میکنند. مثلا یک فرقه های هست از غلات رافضه و از غلات جهمی و از غلات صوفی ها. یک نمود فرقه های هست که اینها اتحادیه هستند، حلولی هستند، الحلول والاتحاد یا که وحدت الوجود. ما وقتی که در 48 حلقه به شما صوفی ها رو بیان کردیم، البته شما حتما گوش بکنید، این درس هایی که صوفی شناسی هست در گروه فرقه شناسی وجود دارد، یا که در 50 حلقه رافضه شناسی رو بیان کردیم، در اونجا بیان کردیم که یک عده از صوفی ها، غلات صوفی و اینچنین رافضه ها اعتقاد دارند که سبحان الله همه چیزی که در روی دنیا هست این الله هست، وحدت الوجود، همه چیزی وجود داشته این یک چیز است که الله هست میگن. بمانندی ابن عربی اعوذ بالله و بمانندی فلاسفه هایی که ابن عربی از اونها گرفته است، پیروان ابن عربی. یا که عقیده دیگری صوفی ها با این است که الاتحاد و الحلول. اتحاد و حلول این است که میگن الله و مخلوقات این دو چیز بود، در اول دو چیز بود، الله از مخلوقاتش جدا بود، اما بعد از یک مدت الله به درون مخلوقاتش داخل شد. و بعضی انسان ها بعضشون میگن که این صوفی ها الله به درون انسان داخل شد، والعیاذ بالله. این عقیده الحلول است. حلول این است که یعنی الله به درون مخلوقاتش داخل شد، یا که اتحاد، الله با خلقش یک تا شد. از همین جهت این صوفی ها هم میگن که هر کسی که سنگ میپرستد یا که قبر میپرستد یا که انسان میپرستد یا که هیکل یا که گاو و خر و گوسفند میپرستد، این هم گویا که الله هم میپرستد. میگن والعیاذ بالله. این عین کفر و شرک و ضلال است. در حقیقت از همه درجه بالاترین کفر شرک انمین است که از نظر این اعتقاد شیطان، فرعون و امروز تمام دینهای باطلی که در روی دنیا وجود دارد، به مانند سبحان الله بگویم از یهود و نصارا و مشرکین، بودیست و گاوپرست و خرپرست، همه اش گویا که مسلمان است. از نظر کی؟ آیا شما میدانید که یک انسان وجود دارد به مانند جلال الدین رومی، صاحب کتاب مثنوی معنوی؟ حتی علمای تاجیکستانی ما ماتریدی ها میگن که این کتاب مثنوی معنوی هست قرآن با زبان پهلوی. این کتاب میگد مثنوی معنوی با این قرآن است میگد به زبان پهلوی، یعنی به زبان فارسی، گویا که این قرآن زبان فارسی است میگد، اما این غلط است. این یک گمراهی است. کتاب مثنوی معنوی البته ما خوندگی هستیم، میدونیم که در درونش شرکیات، پر از شرکیات است، پر از سخنهای قبیح و دشنام است. و از همه مشکلی اساسی این است که در نزد این صوفی ها، جلال الدین رومی، که اینها یک بعد از وفات جلال الدین رومی بعضی از انسان ها و شاگردانش همچنین طریقت صوفی رو هم بجا آوردند. مولویه گفتند، مولویه سبحان الله یعنی همون طریقت جلال الدین رومی، مذهب جلال الدین رومی. و البته بسیاری صوفی ها جلال الدین رومی را یعنی احترام میکند، سخناش قبول میکند، اما بدونید که جلال الدین رومی اتحادی و الحلولی است. سبحان الله. یا امام غزالی گفته معروف شده است، اما غزالی امام برای مؤمنین و مسلمین نیست. درست است کتاب های خوبی دارد در مسئله قصه، در مسئله آداب و اخلاق. آداب و اخلاق بین بنده هست، بین انسان ها، اما آداب و اخلاقی که بین بنده و بین الله هست این چنین کتابی وجود ندارد. در کتاب عقیده که دارد در اونجا غزالی بیان میکند که سبحان الله، الله حلول کرده است، یا که الله سبحانه و تعالی اتحادی است، اتحاد کرده است. معنای این سخن چیست؟ یعنی الله از انسان ها جدا بود، اما بعد از یک مدت الله به درون انسان ها داخل شد. اعوذ بالله. برای هم میگه اگر انسان شیخش عبادت کند، مولوی یگون اولیای یگون پیشوای عبادت کند، عیناً الله را گویا عبادت کرده ایستاده است.
از سبب چی؟ از سبب اینکه اینها توحید خطا فهمیدن. اینها در نزدشون توحید این اتحادیه و الحلول است. یعنی میگن همان وقت تو موحد میشوی، همان وقت تو مسلمان میشوی که اعتقاد بکنی که الله در درون انسان ها هست، در درون دیگر حیوان ها و دیگر چیزها هست. باید اعتقاد بکنی که هر کسی که غیر الله عبادت میکند همه خودی الله عبادت کرده است. این نمود شرک درجه اعلاترین شرک است که حتی دیگر مشرک ها، حتی بودیست ها، حتی یهود و نصارا هم به این درجه نامدگی است. والعیاذ بالله. برای که از نظر این فرقه باطله غلات صوفی و غلات رافضه، هر چیزی که شما عبادت میکنید چیزی جاندار، دانید که گویا که الله عبادت شده است. البته چخیلی که گفتیم ابن عربی، جلال الدین رومی و برهان الدین نقشبندی بهاءالدین نقشبندی که در بخارا و سمرقند با وجود آمده است و منتشر در آسیای مرکزی شده است. نقشبندی که امروز طریقت صوفی نقشبندی در تاجیکستان معروف است که صوفی های تاجیک اکثریتش نقشبندی است. بهاءالدین نقشبندی. بعد از این شاگرد بزرگش عبدالله نقشبندی، برهان الدین، اینا اعتقاد سبحان الله به همین حلولی وحدت الوجود داشتند. اینها هم خیلی عقیده داشتند. از همین جهت توحید رو اینها غلط فهمیدند، خطا فهمیدند. از نظر سخن اینها چیست؟ هر چیزی که موجود است و در روی دنیا همچون یک چیزی زنده وجود میگیرد یا اصلش به زنده تعلق دارد، بعد از مردنش هم سبحان الله گویا که خودی الله را عبادت کرده است و هر دو این چیز یک چیز است. مثلا درخت جاندار است یا بیجان، ولی هوا حرکت میکنند، میسبزد، جاندار است. میگند از این عبارت که اعوذ بالله، یعنی این هم الله هست. همه چیز میگد الله هست. اعوذ بالله من ذلك. این البته شرک و کفر است. سبحان الله. این یک نمود فرقه باطل بود که ما به شما مختصرا بیان کردیم. فرقه دومی اهل باطل در مسئله توحید، این توحید در نزد معطله جهمی ها و به درون جهمی ها داخل می شود در همین مسئله معتزله هایی که در مسئله ایمان خوارجند. در مسئله ایمان معتزله ها خوارج است. یعنی گناه کبیره کسی که کرد کافر می شود میگد، یا که میگد بین منزلتین هست. کسی که گناه کبیره هست در این دنیا نه مسلمان است و نه کافر است میگد، اما در روز قیامت سبحان الله کافر است میگد. یعنی معتزله ها در مسئله ایمان عقیدش خوارج است، اما در مسئله توحید معتزله ها جهمی هست که حالا بیان میکنیم چی اینا چی عقیده دارد، یا که اشعری ها یا که ماتریدی ها. برادران و خواهران عزیز، تا به امروز بسیاری ها فکر میکنند که اشعری ها و ماتریدی ها اهل سنت هستند و از اهل توحید هستند. نه والله، اینها از اهل سنت نیستند. حتی بسیاری از علمای اهل سنت و الجماعت اشعری ها را تکفیر کرده هستند، کافر شمرده هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اشعری ها استوا بودن الله سبحانه و تعالی و ماتریدی ها اینچنین مثل اشعری ها که ماتریدی ها را هم تکفیر کرده هستند. میگند اشعری ها و ماتریدی ها که اعتقاد دارند الله در بالای عرش نیست، استوای الله را انکار میکنند و اعتقاد دارند که الله لامکان است. یعنی به این معنا که ما هم اعتقاد داریم که الله لامکان است، اما الله در همه جا است نمیگوییم. الله در بالای عرش است. اونها میگن الله در همه جا است. اعوذ بالله. پس چرا قبله رو عبادت میکنیم اگر الله همه جا باشد؟ پس چرا دستمون رو به بالا میبریم؟ اینها میگن که حدیث های احد قبول نیست. اینها صفات های الله سبحانه و تعالی از اسما از نامهاش انکار میکنند. اینها کلام الله را یک حکایت از سبحان الله میکنند. یعنی معنای سخنشون است که قرآن مخلوق است و این همه کفر است که اهل سنت و الجماعت علمای سلف اجماع را نقل کردند که هر کسی که این کار را بکند کفر می شود. اما ایده از بسیاری از اهل سنت و الجماعت اشاعره و ماتریدیه را تکفیر نکردند. میگن که اشاعره و ماتریدیه های آدمای عادی ما کفر نمیگویم به خاطر اینکه اینها شبهه دارند، به خاطر اینکه اینها تعویل دارند. اما علماهای بزرگش که
با قرآن و سنت شب و روز مشغول است و بعد از این چیزهای متواتر را انکار میکند، قرآن را مخلوق میگوید، کلام الله را یک حکایت از الله، حکایت نفسی میگوید، یعنی کلام الله را رد میکند، علو الله را رد میکند، در بالای عرش بودن الله را انکار میکند. بعد از این میگن این چنین علما را ما تکفیر میکنیم از اشاعره و ماتریدیه. پس بدانید که دومین مذهبی که بگویم، اگر در این حلقه بگویم که دومین مذهب اول مذهبی صوفی های غلات و رافضه هایی که حلولی بودند، مذهب الحلول، اتحاد، وحدت الوجود. مذهب دومی که در مسئله توحید اینها مذهبی بگویم معطله هست، یعنی الله سبحانه و تعالی را از نامهایش جدا میکند، مذهب جهمی. به درون این جهمی ها در همین مسئله توحید معتزله، اشعری ها، ماتریدی ها داخل میشد. اینها در توحید چی مشکلی دارند؟ اینها انکار صفات های الله سبحانه و تعالی را دارند. اینها جهمی ها، معتزله ها، اشاعری ها، ماتریدی ها تمام صفات های الله سبحانه و تعالی را انکار میکنند بجز اندکی. بعضی از علما میگن بجز 7 صفت الله، له الكلام والحیات والبصر والعلم والاراده والسمع والاقتدار. علم، کلام، حیات، بصر، اراده، اقتدار، بصر، این صفات رو اقرار میکنند، اما باقی مونده از صفات های الله سبحانه و تعالی را که الله خودش به خودش صفت داده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله صفت داده است، اینها رو انکار میکنند. و این چنین این فرقه باطل، جهمی ها، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، علو الله سبحانه و تعالی بر خلقش رو انکار میکنند. یعنی الله در بالا بودنش از خلقش، از همه چیزهایی که خلق کرده است، از اون بالا بودن رو انکار میکنن. میگن نه، الله در همه جا است، در درون زمین است. زمین یک چیزی بینات کوچکی است، یک ذره هست، اما اینو عقل ندارن. استوا بودن الله سبحانه و تعالی در بالای عرشش رو انکار میکنند و باقی مانده صفاتهای ذاتیه الله، صفاتهای فعلیه الله سبحانه و تعالی انکار میکنند. و در نزد این فرقه های باطل اثبات کردن این چیزها، اثبات کردن صفت الله، اثبات کردن علو، اثبات کردن استوای الله بر بالای عرشش، این گویا که اثبات کردن شرک است. یعنی اهل سنت و الجماعت رو اونها مشرک میدانند. چگونه مشرک میدانند؟ میگند مجسمه. اشعری ها، ماتریدی ها، معتزله ها، جهمی ها اهل سنت و الجماعت رو مجسمه میدانند، مشرک میدانند. والله اگر شما در این مسئله خبر نداشته باشید، نظر بکنید به سخنهای اهل بدعت نسبتی احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل رو میگن که مجسمه است و این چنین ابو حنیفه رو روایت های اومده است که گفتن مجسمه است و این چنین دیگر علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت رو به گفته اینها، یعنی صحابه ها و غیره، طعنه به دین می رود، طعنه به قرآن و سنت می رود. چرا مجسمه گفتند؟ گفتند وقتی که یک کسی صفت الله اثبات میکند یا که میگد که الله در بالا است، الله در بالای عرش است، میگد سبحان الله، به الله کلام نسبت میتن، میگد این گویا که به الله جسم نسبت داد، میگد یا که کسی که الله دست دارد و پا دارد و غضب میکند و میخندد و این چیزها رو وقتی که میگد کسی به الله نسبت داد، گویا که الله را جسم گفت، میگد والعیاذ بالله. هیچ نفری از اهل سنت و جماعت الله را جسم است نگفتند یا جسم نیست گفته، این را به تمام انکار کرده، تمام صفات الله را انکار هم نکردند. در این مسئله اهل سنت و جماعت میگن که در جسم بودن و نبودن الله سبحانه و تعالی ما سخنی نمیکنیم، برای اینکه الله خودش به ما خبر نداد، اما اون چیزهایی که الله خبر داد که الله دست دارد، الله انگشت دارد، الله چشم دارد، الله سبحانه و تعالی پا دارد، الله میبیند، میشنود، سخن میکند، الله در بالا است، الله در بالای عرش است، الله بزرگ است، این چیزهایی که الله خبر داد ما اقرار میکنیم، قبول میکنیم، اثبات میکنیم بدون کیفیت. به چگونگیش سخن نمیکنیم، تحریف نمیکنیم، تعویل نمیکنیم. بارک الله فیکم. یعنی اثبات کردن دست، اثبات کردن روی، اثبات کردن چشم، اثبات کردن یعنی تبعیض، یعنی سبحان الله این قسم جسمی، اثبات کردن استوا، اثبات کردن نازل شدن الله هر شب، اثبات کردن راه گشتن الله که الله خودش خبر میتهد که در روز قیامت مجی می آید، اومدن الله بگیم، اومدن الله، اثبات کردن گذاشتن قدمش رو الله به جهنم، چخیلی که در حدیث امام مسلم اومده است صحیح از انس بن مالک رضی الله عنه که الله سبحانه و تعالی قدمش رو به جهنم میگذارد. اثبات رضاگی الله، اثبات غضب الله، اثبات فرح و خرسندی، اثبات بدبینی الله. میگن هر کسی که این چیزها رو اثبات میکنه این مشرک است، میگن این کافر است، میگن یعنی اونها شرک رو توحید گفتند.
همه این صفت های الله که اثبات کردنش فرض است، واجب است، اینها را انکار کردن. یعنی اینها دعوا دارند که هر کسی که این چیزها را اثبات میکند گویا که الله را به مخلوق تشبیه کرده است. از همین جهت اثبات کردن همین چیزها در نزد این جهمی ها و اشاعره و معترضه و معتزله این شرک است. اونها میگن الواحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتركب. یک چیز تقسیم نمی شود، از چیزهای دیگر به وجود نمی آید، تبعیضی وجود ندارد. از همین قاعده اهل کلام باطلشون الله را واحد گفتند و دیگر هیچ چیز ندارد گفتند. علما میگن المعطله یعبد العدم والمشبهه یعبد الصنم. سبحان الله، معطله ها چیزی نبوده را عبادت میکنند. میگن که الله هست اما نیست. بمانند اینکه یک درخت وجود دارد، درخت ریشه ندارد، شاخ ندارد، تن ندارد، میوه ندارد، درخت وجود ندارد. از این میبارد که اینها هم سخنشون همین است. یعنی الله را سبحانه و تعالی، یعنی از باب، یعنی بگویم در توحید ربوبیت و در توحید الوهیت و در توحید اسما و صفات اینها مشکلی دارند. اینها فرقه های دیگری از فرقه های باطل هستند. سومین فرقه که در توحید مخالفت دارد این قدریه هست. قدریه ها کسانی هستند که قدر الله سبحانه و تعالی بر خلقش را انکار میکنند. یعنی میگویند که هر یک بنده خودش آزاد است، برای بنده هیچ تقدیری نیست، الله هیچ چیز نوشتگی نیست، الله اعوذ بالله یعنی ندانست و ننوشت و بنده خودش خلق میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و گفتند القدریه مجوس هذه الامه. قدری ها مجوس این امت است. هر کسی که به کلی تقدیر قدر الله انکار میکند، اینها توحید انکار میکند. از کدام جهت؟ توحید ربوبیت انکار میکند. اینها مشرک در ربوبیت است. برای آن که تقدیر این به علم الله، به کتابت الله، به مشیئت الله، به توحید ربوبیت است، داخل می شود و از توحید ربوبیت است. پس قدریه ها مشرک است. قدریه ها مشرک در توحید ربوبیت است. اگر اشعری، ماتریدی، مثلا جهمی ها را عادتا بگوییم که اینها مشرکیشون زیادتر در توحید اسما و صفات است، بعد بر الوهیت است، اما قدری ها مشرکیشون در ربوبیت است. اما اتحاد، حلول، اون قسم یکمی که گفتیم، اینها از همه جهت، هم در ربوبیت، هم در الوهیت، هم در اسما و صفات مشرک است، بدترین است. قدری ها در توحید ربوبیت مشرک هستند. اونها میگویند که انسان خودش خالق است، یعنی خودش عمل خودش رو خلق میکند. قدریه ها اعتقاد دارند که فعل رو الله خلق نکرده است. حرکت هایی که من شما میکنیم، از نوشیدن و خوردن و از دیگر حرکت ها، از سخن کردن و نوشتن و غیره، تمامی حرکتی که در این دنیا هست، ما اعتقاد داریم اهل سنت که این الله خلق کرده است، الله میداند و نوشتگی است پیش از مرگ ما. اما قدری ها میگوید که الله هیچ چیز خلق نکرد، الله نمیداند، والعیاذ بالله، بنده خودش خلق میکند. از همین جهت چرا مجوس گفتند رسول اکرم صلی الله علیه و قدری ها را؟ برای آن که اینها گفتند دو اله وجود دارد، دو اله وجود دارد، اله خیر و اله شر. سبحان الله، یعنی خود بنده خلق میکند، خود بنده خلق میکند. میگویند حتی که بعضیش میگد که بعضی از نمود قدری میگد که نیکی از جانب الله است و بدی از جانب انسان است. بدی را خود انسان خلق میکند. یعنی دو خالق وجود دارد. مجوس ها که دو خالق میگفتند، مجوسی ها، آتش پرستان، اینها هم اعتقاد داشتند که دو خالق یا که بگیم دو خدا وجود دارد. اگر به زبان اونها خدا بگویم، یعنی دو اله، دو خالق وجود دارد. شر و خیر، تاریکی و نیکی. این چنین قدریه ها هم چنین است. پس اینها هم کسانی که تقدیر را به کلی انکار میکنن، میگن که تقدیر وجود ندارد، همش از دست خودت است، این قدر تقدیر نگو، ما تقدیر قبول نمیکنیم، هم از دست خودت باشد. یا که ریالیست میگن امروز، یعنی آشکار بین ها، حقیقت بین هایی که اصلا تقدیر انکار میکنن، اینها مشرکند، اینها مخالفان توحید ربوبیتند. از همین جهت احتیاط باشید که به ناگاه تقدیر انکار نکنید. تقدیر این توحید ربوبیت است، تقدیر این رکن ایمان است، رکن ایمان از توحید ربوبیت. بارک الله فیکم. اما مخالف قدریه ها، فرقه چهارمی که مخالف توحید است، هم مخالف 100% قدریه است، این جبریه است.
یعنی توحید در نزد جبریه چیست؟ توحید در نزد جبریه این است که انکار کردن این که مخلوق یک تأثیر داشته باشد، حقیقت فعل یا در سبب یا حکمت داشته باشد. سبحان الله، مرجئه ها گفتند که تقدیر وجود ندارد، جبریه ها آمدند 100% مخالف این قدریه ها ایستادند و گفتند که یعنی قدریه ها اگر تقدیر تماما وجود ندارد بگوید، جبریه ها میگوید که تقدیر 100% وجود دارد. تو زنا کنی هم این تقدیر است، تو دزدی کنی هم این تقدیر است، تو مشرک شوی هم این تقدیر است، برای همین تو گناهگار نمیشوی. والعیاذ بالله، اینها هم مشرک شدند، اینها هم در تقدیر غلو کردند و مشرک شدند و سبحان الله انسان اختیار را از دست انسان گرفتند. بلکه عقیده صحیح این است در مسئله تقدیری که از توحید ربوبیت است، عقیده اهل سنت و جماعت وسط است. الله سبحانه و تعالی تقدیر نوشته است، دانسته است، به علمش و به قدرتش نوشته است و اختیار به این چنین به دست بنده وجود دارد در قبول کردن حق و در قبول کردن باطل، در سبحان الله عبادت به الله یا به غیر الله انجام دادن البته وجود دارد. چه خیلی که مثال امروز در روسیه هستید، شما پیش از به تاجیکستان رفتن فکر میکنید که به کدام راه روم، به هواپیما یا که به قطار یا که به ماشین یا به چیز دیگری، خودتون اختیار میکنید. البته اختیار در دست بنده وجود دارد. از همین جهت اینها هم یعنی جبریه ها هم گفتند که همه مجبور است در این دنیا، همه مجبور است، همه در درون یک سیستم است که علاج برآمدن نیست. از همین جهت مشرک هم هیچ باکی ندارد، یعنی مسلمان هم سبحان الله در نزد اینها هم توحید و دین نابود شد. و این چنین فرقه پنجمی هست، فرقه باطل پنجمی است که فرقه مرجئه، که اینها میگویند که توحید فقط این مجردی اعتقاد کردن به قلب است. یعنی به قلب دانی که این دنیا یک خالق دارد، یک رازق دارد، یک رب دارد، تمام تو موحد هستی. ما دیروز برادران عزیز مختصرا درباره این سخن کرده بودیم که صوفی ها این سخن رو میگن. نه فقط صوفی ها، تمام مرجئه ها. مرجئه وقتی که میگویم این بینها یک فرقه بزرگ است که به درون مرجئه اشعری هم داخل می شود، ماتریدی هم داخل می شود، لیکن سختترین اونها جهمی هست. از همه سختترین مرجئه ها جهمی هست. حتی بعضی از علما گفتن جهمی ها را از غلات مرجئه از مرجئه حتی بیرون میکنیم گفتند. و صوفی ها هم مرجئه و بسیار همه فرقه های باطل غیر از یعنی معتزله و سبحان الله و غیر از خوارج که اینا غلو کردند و گمراه شدند، دیگه باقی موندهش مرجئه است. در وسط اهل سنت است. ببینید اهل سنت در مابین است، در یک طرف خوارج و در یک طرف معتزله غلو کردند و همه را کافر میگویند و سبحان الله همه را یعنی به فتنه دچار میکنند، فتنه در مال و ملک و خون. از یک طرف دیگر 70-80% فرقه های دیگر اینها مرجئه شدند و شرک نیست، یعنی در نزد اونها توحید فقط ببینید که اعتقاد قلب است و غیره و غیره، اینها مرجئه شدند و باطل شدند و به گمراهی رفتند. اما اهل سنت و جماعت در وسط ماند. بارک الله فیکم. ما مرجئه ها رو، فرقه های زیادش رو در حلقه های ایمانی بیان کرده بودیم که مرجئه ها بینهایت زیاد است، فرقه های زیاد دارد. امروز مرجئه های هست که جهمی هست، مرجئه هست که صوفی هست، که اینها میگن که ایمان فقط این به قلب گفتن است، ایمان یا به زبان است. وقتی که ایمان خطا فهمیدن، توحیدم خطا میفهمند. امروز برآمده است باز ساوریمنی مرجئه ها، مرجئه های نو برآمد، مرجئه های زمانوی، بمانندی مدخلی ها، بمانندی بگویم سبحان الله حزبی ها، حزبایی که به خودش رو به اسلام نسبت میدهد و خودش یعنی مسلمان میدونند و گویا که اینها را خودشون یک مبارز در راه اسلام میدانند. بعضی از مرجئه هایی که جهالی که خودشون به یگان حزب یا که به یگان مثلا فرقه نسبت ندهند هم، لیکن پیروانی مثلا قرضاوی، پیروانی علمای یعنی ضلال عدنانی، قرضاوی و غیره که عاقبتشون باز همین مرجئگی هست که اینها توحید چیکار میکنند؟ خطا میفهمند. از کدام جهت؟ از کدام جهت این مرجئه های زمان حاضر توحید خطا میفهمند؟ اینا میگن خیلی که در دیروز گفتیم اینها توحید حکمیت، یعنی از درون توحید ربوبیت یک قسم توحید قبول ندارند، توحید حکم.
از همین جهت اینها حاکم هایی که به حکم غیر ما انزل الله حکم کرد اونها کفر نمیشمارند، برای آنکه اصلا اونها توحید حکم قبول ندارند، حکم همچون عبادت قبول ندارند، همچون توحید قبول ندارند. از همین جهت آدمی که بیاد به حکم غیر الله حکم بکند، سبحان الله، تمامی حلال و حرام تغییر بدهد، حکم الله ضدش کار کند، اینو تکفیر نمیکنه. سبحان الله. تا به حال اردوغان، یعنی خلیفه مسلمان ها، پیشوا و امام ولی الامر گفته میگردن، نه فقط اون، حتی کار به جای رسیده است که با پوتین و غیره کفار رو هم تکفیر کردن نمیتوانند و ولی الامر میگن. والعیاذ بالله. سببش اینها مرجئه هستند، اینها توحید حکم قبول ندارند. و دومی مشکل اینها الولا والبرا اصول ایمان نمیدانند. یعنی الولا والبرا در نزد اینها یک چیزی عادی است، مستحب است. یعنی کنید ثواب میگیرید، ایمانتون کامل میشود، نکنید هیچ مشکلی ندارد. اما در نزد اهل سنت و جماعت کسی که الولا والبرا را ترک میکند، این از اسلام بیرون میشود، کافر میشود. سوم مشکل اینها کفر بالطاغوت که در نزد اهل سنت و جماعت فرقه ناجیه منصوره این اصول ایمان است، اما اینها در نزدشان این هم مستحبات است. برای چی مستحب شد؟ شما بگید که چرا در نزد مرجئه های عصر حاضر و عصر گذشته نیست مثلا کفر بالطاغوت، الولا والبرا یا عمل نمودن اینها لازم نیست یا مستحب است؟ کنید ایمانتون زیاد می شود، خوب است. نکنید شما کفر نمیشید، باکی ندارد. چرا؟ سببش این است که اینها ایمان خطا فهمیدن، گفتند که ایمان قول است و عمل است، اعتقاد است. این سوریمن مرجئه های عصر حاضر عمل هم از ایمان است میگن، اما عمل این رکن ایمان یا که شرط صحت ایمان است نمیگند، بلکه میگن عمل این مستحب است، عمل این مکملات ایمان است. عمل کنی ایمانت بینات خوب و کامل میشود، اما اگر عمل نکنی هم ایمانت نابود نمیشود و کافر نمیشوی. اینها سبحان الله عمل جنسی عمل هایی که یعنی اصل ایمان است یا که عمل کاملا به پرگی عمل ترکش نفهمیدند، یعنی تقسیم کردن نتونستند جنسی عمل از فروع عمل و عمل این مکملات گفتند. انا از همین جهت اینا مرجئه هستند. مرجئه ها کسانی هستند که عمل از ایمان نیست میگن، نه عملی توحیدی نه عملی عبادتی، فرق ندارد. از همین جهت دیدن که حکم کردن به حکم الله این عملی است، گفتن این عبادت نیست، برای این عمل است. عمل در نزد اونها عبادت نیست. کفر بالطاغوت هم عمل است، الولا والبرا هم عمل است. از همین جهت گفتن این یعنی یکون اصلی به اصل ایمان، به واجبات ایمان تعلق ندارد گفتند. والعیاذ بالله. در حالتی که سبحان الله حکم این توحید است، توحید حکم است، هم در ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات داخل می شود، خیلی که در حلقه گذشته بیان نمودیم. و این چنین کفر بالطاغوت اصول ایمان است و الولا والبرا اصول ایمان است. کسی که کفر بالطاغوت ندارد، ایمان ندارد، خودش کافر است. کسی که الولا والبرا ندارد، این ایمان ندارد. پس مرجئه های عصر حاضر خودشون بعضشون سلفی میگن، اینها سلفی نیستند، اینها گمراه هستند. اینها یک فرقه های اهل بدعتی به نهایت خطرناک هستند که یک جانب از جانب های توحید رد میکنند، قبول ندارند. اینها مخالفان اهل توحید هستند. به همین خاطر ما میگیم که به اینها ما چی میکنیم؟ دوست نیستیم. فرقه اینها یا که مذهب اینها باطل است. خب حزبی ها باشد، از تمام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا حزبی بگویم اخوانی یا که حزبی عدل است چیزی هست، این حزب اردوغان یا که حزب اسلامی که در مالزی یا در بنگلادش یا که حزب حماس یا که حزب تحریر، تمام حزبی ها در مسئله الولا و البرا مشکلی دارد. در مسئله حکم الله یعنی توحید الحکم یا که حکم غیر ما انزل الله مشکلی شرکی دارد. در مسئله پارلمان، در مسئله قانون براری، در مسئله تشریع مشکلی دارد. در مسئله سبحان الله کفر بالطاغوت اینو انکار میکند، ندارد، عملا ندارد. یا که این مدخلی ها از همین جهت مشکلی دارد. یا که بگویم باز دیگر مرجئه ها که خودش ما میگود مدخلی هم نیستیم، ما میگود حزبی هم نیستیم، لیکن میبینید که کفر بالطاغوت قبول نمیکند، یا میبینید که تکفیر معین در اسلام نیست میگه، در حالتی که این به اجماع علما اومده است. یعنی مشرک حقیقی دیده و دانسته مشرک گفته نمیتواند، که البته این مخالف اجماع اهل سنت و جماعت، خیلی که امام بربهاری، امام لالکایی ذکر میکنند، میگن که هر وقتی که یک
انسان دیدی که شرک انجام میدهد، فهمیدی، دانستی، در تو شک و شبهه نموند که همین انسان شرک کرده است، در این حالت به تو واجب است، یعنی فرض عین است که باید اینا کافر گویی. کافر نگویی بعد از اینکه دانستی، فهمیدی، شک و شبهه در تو نموند که مشرک است. مشرک نگفتی، کافر نگفتی، خودت کافر میشوی. این به اجماع علما است. اما بعضی ها می آیند اینها را رد میکنند، کفر به طاغوت رد میکنند، تکفیر معین رد میکنند، الولا و البرا را رد میکنند. دانید که اینها هم با یک نمودی مرجئه که مخالف توحید هستند. بارک الله فیکم. یا که توحید در نزد صوفی ها، قبوری ها، رافضه ها این اعتقاد کردن به اینکه الله خالق است و رازق است و مؤثر است و چخیلی که در حلقه گذشته بیان نمودیم. یعنی هر کسی که بگوید که اعتقاد بکند که الله خالق است، الله رازق است، بگوید تمام، این مسلمان شد. در نزد اینها شیطان مسلمان است. بارک الله فیکم. پس در نزد صوفی هم یعنی حقیقت توحید این عبادت کردن امام هایشون است، پرستیدن قبر است، عبادت کردن اولیاء است. در نزد رافضه ها هم همین است. برای همین ما رافضه ها، صوفی ها انکار میکنیم، میگیم که اینها مشرک است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در نزد اینها توحید قبر پرستی است، بزرگ شماریدن مرده ها است، تعظیم به همون اعوذ بالله مخلوقین است، نه به خالق. برای همین میبینید که در مجلس های صوفی ها، در مجلس های رافضه ها فقط سخن در باله اولیاء پرستی، محبت اولیاء، بزرگ شماردن اولیاء، ذکر کرامت اونها و غیره و غیره، دست بوسی اونها، پا بوسی اونها، سجده کردن بر اونها، رقص بازی در نزد اونها عبادت اونها است. سبحان الله، این فرقه های باطل توحید شرک قرار دادند و شرک توحید. والله هر کسی که از صوفی خوب با خبر است، از رافضه خوب با خبر است، میداند که رافضه ها و صوفی های قبوری این چنین جهمی ها توحید گفته شرک میگن، مشرک شدند، همون شرکشون توحید میگن. اما توحیدی که از قرآن و سنت ذکر شده است، توحید صحابگان و توحید اهل سنت، شرک میدانند. انا این مختصرا معنی داد توحید و حقیقت توحید در نزد اهل ضلال، در نزد اهل شرک، یا که بگیم در نزد اهل بدعت بود. سبحان الله. پس این بود مخالفین. ابن سریج الشافعی رحمه الله میگن که التوحید عند اهل العلم والجماعة المسلمین اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. توحید در نزد اهل علم و جماعت مسلمین، یعنی فرقه ناجیه اهل سنت و الجماعه، در نزد مسلمین توحید این است که شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. اما و التوحید اهل باطل، اهل الباطل، توحید اهل باطل چی است؟ الخوض فی الاعراض والاجسام، داخل شدن به اعراض و اجسام و داخل شدن به سبحان الله انکار صفاتهای الله و رد علو الله و انکار قسمای از قسمای توحید است. که این سخن را از ابن سریج الشافعی حرفی در ذم الکلام ذکر میکند. قال المزنی، مزنی میگن که من شافعی را شنیدم، امام شافعی را شنیدم که میگن، یعنی امام شافعی میگن که سئل مالک عن التوحید، مالک را از توحید سوال کردن. امام شافعی شاگرد مالک هستند، از مالک نقل میکنن، میگن که استادم مالک را دیدم که یک نفر از توحید مالک را سوال کرد. مالک جواب داد که محال ان یظن بالنبی صلی الله علیه و آله انه علم امته الاستنجاء، این محال است، این ناممکن است که ما بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتشان استنجا را یاد دادند، یعنی چگونه قضای حاجت کردن، چگونه پشت را شستن و پیش را شستن را تعلیم دادند بگوییم، اما ولم يعلمهم توحید، بگوییم که توحید را تعلیم ندادند. این ناممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیل زیبا تعلیم دادن، به حاجت خانه در آمدن، چخیل پاک کردن نجاست، چخیل شستن، چقدر تعلیم دادن. ما میدونیم کتاب ها نوشته شده است. اما بعد از این بگوییم که پیامبر توحید تعلیم ندادن، استنجا تعلیم دادن، حاجت خانه به در آمدن تعلیم دادن، اما توحیدی که اساس دین توحید است تعلیم ندادن، بگوییم این یک گمراهی است. پس توحید آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همون است. امرت ان اقاتل الناس حتی اشهد ان لا اله الا الله، من امر شدم از جانب الله که من بجنگم تا اینکه مردم شهادت بدن که نیست معبودی بر حق بجز الله. سبحان الله. پس اگر نظر به این فرقه های باطل ذکر شده نظر بکنید، میبینید که همه این فرقه ها جمع شده است، همه این طایفه ها جمع شده است به خاطر گرفتن پیش توحید
به خاطر حرب و جنگ کردن به اهل توحید و دشمنی با اهل توحید. سبحان الله، نتیجه همین است. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده بار دیگر مختصرا یا که بعضی از نازکه های موقف صوفی، موقف قبوری ها، موقف مرجئه ها را در توحید و شرک بیان میکنیم